سلام عشقای من، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو از چنل خودتون یعنی مهدی فودزی. امروز قراره با هم لایف هک های خفن تست کنیم، لایف هک هایی که زندگی روزمره ما رو ممکنه راحت تر کنه. فقط قبلش لایک، کامنت، سابسکرایب یادت نره. من به حمایت شما خانواده نیاز دارم. لطفا حمایت کنید، ساب کنید، ویدیو رو نگاه کنید، لایک کنید. خب توی لایف هک اول میگه که ما بدون چسب زخم نیاز داریم. بذار اول من اینو بازش کنم. 2 hours later. این چسب زخم به سختی تموم بازش کردم، چسبیدود به کاغذش نمیدونم. خب میریم سراغ لایف هکمون. ما به چسب زخم نیاز داریم. شما شده که وقتی میخواید چسب زخم مثلا به انگشتتون بزنید، این چسب زخم کنده میشه یا مثلا اینجوری بستید هی بالا پایین میشه. حالا مثلا اینجوری بستیدش هی بالا پایین میشه، شل میشه، کلا میفته، به دردتون نمیخوره. مثلا موقع ورزش که عرق میکنید یا کاری میکنید، کلا آشپزی، ورزش، عرق میکنید دستتون نمیاد در میاد. اینجا میاد میگه که چسب زخم باز میکنیم، وسطش یه دونه قاچ ریز میزنیم، قاچ. حالا از اون ورش هم همین کار رو انجام میدیم، یه قیچی ریز دیگه میزنیم. آقا من این برای کم بد ببین اینجوری. ای وای چسبید به هم. ریدم اینجوری دیگه، اینجوری حالا بازش کن دیگه. دیدی دیگه. خب حالا من اینو میذارم اینجا. ببین اول بذار همین خرابه رو بچسبونم. اینو اینجوری میچسبونم. خب این یه لاب باز میمونه اینجوری. بعدش از این ور بالا این یکی اینو میارم میچسبونم پایین. حالا اینو اینجا میچسبونم بالا، یکی هم میچسبونم اینجا که کار سفت میشه. این دیگه اصلا باز نمیشه. این راه تضمینی اصلا باز نمیشه. باز شد بیا پیش خودم بگو باز شد، ولی باز نمیشه. نه واقعا باز نمیشه. این روش رو من خودم خیلی استفاده میکنم که اینجوری قشنگ چارلاش میکنی و خیلی خوب میبندیش. حالا باید یه ذره درست ببندی، نه مثل من. بریم سراغ لایف هک بعدی. خب عشقای من، توی لایف هک بعدی ما بدون مشمع نیاز داریم. تو مشمع مثلا وقتی میخواید یه دونه خوراکی یا یه چیز آبکی بریزید، مثلا میخواید لاین بندیش کنید، یه دونه مشمع براش زیادیه. میای اینجا چی کار میکنی؟ من یه ذره دوربین بیارم پایین شما ببینید من چی کار میکنم. آها خب وایسا قشنگ. خب اینجا همین اینا این آبو میریزم داخلش و حالا وقتی اینو ریختیم داخلش ما چیکار میکنیم؟ به یه دونه چاقو و یه دونه فندک نیاز داریم. این چاقو رو برمیداریم تا فندکمون. این آبو خب بذار قشنگ نشونت بدم. این چاقو رو میندازیم زیر این. وایستا من دیگه کنم اول خودم. این رو اینجوری میکنیم. وقتی اینجوری کردیم اینو با فندک اینجوری میکنیم قشنگ سفت و بسته میشه. میبینی به مشمع میچسبه. بزن نزدیک‌تر نشون بدم. ببین اینجا مثلا یه ذره بازه. اینا ببین اینجوری قشنگ سفت میشه. و حالا مثلا مواد آبکی یا اینکه همون مواد خوراکی، مثلا خوراکی که دیگه خیلی راحته. من یه ذره مشمع رو پاره کردم، من یه ذره دیگه خراب کردم، ولی این اینجوری خیلی خوب کار میکنه. ببین دقیقاً بسته شده و این اصلا آب ازش نمیریزه. میتونید خیلی هم راحت و خوب ازش استفاده کنید.
از یه تست هم بریم، از این ورش بریم که اون ورش ما رسیم. ببین دیدی حال کردید چه لایفکی نشونت دادم، چقدر کاربردی و خوب بود. لایک کن دیگه، این همه لایفک خوب. بریم سراغ آیتم بعدی. تو لایفک بعدی به ما میگه که قبلش اینو بگم، من دوتا لایفک قبلی رو خودم تست کرده بودم و ازش مطمئن بودم که کار میکنه، ولی این یکی رو داخل تیک تاک دیدم و وقتی دیدم گفتم پشمام، یعنی این همه وقت بود این کار انجام نمیدادیم. حالا نمیدونم کار بکنه یا نکنه. کار نکنه باید یه کار نکنه واقعا باید. خب فقط قبلش من این دوربین رو بیارم پایین، چون که بعد پایین نشون بدم، رو میز باید نشون بدم. خب آقا ما قراره که نخ سوزن کنیم. میگه که یه دونه مسواک نیاز داریم. این مسواک رو ما اگه بذاریم اینجا و من دارم با یه دستم فیلم میگم، یه دستم کار انجام میدم، واقعا سخته. اینو اگه بذاریم اینجا، نخ رو میندازیم رو مسواک و میگه که اگه ما سوزن رو ور داریم و این سوزن رو بزنیم داخل مسواک، کار میکنه و خیلی راحت نیست نخ میاد تو سوزن. حالا ببینیم، من نزدیکترم بیارمش رو ببینیم. رفت نرفت. ایسکام اونو گرفتم. من واقعا توقع داشتم این کار کنه. خیلی ناراحت شدم. همه برای این کسی که این لایفک رو رفت کامنت ها یه دونه پیام خیلی مسالمت آمیز خیلی خوب براش بنویسید که دیگه این لایفک رو نسازه. دقیق چی بود؟ من گفتم الان نخ میشه راحت دیگه این ولش کنم. خب این هم بود از ویدیو امروز. خیلی خوشحالم که تا اینجا همراه من بودی، ویدیو رو نگاه کردی و امیدوارم که خوشت اومده باشه. واقعا ممنون میشم حمایتم کنی. خیلی راه مونده که با هم بریم و بهتره کنیم. خیلی ممنونم که تا اینجا من همراهی کردی. امیدوارم دوست داشته باشی ویدیو رو و همین تا ویدیو بعدی. خدافظ. گفتم اینم بگم که اون آیتم نخ سوزنه بودش، اونو من باید تا سوزن درشتم امتحان کردم ولی داخل ویدیو نذاشتم، ولی اصلا نشد. نه با سوزن درشت نه با سوزن ریز. نریزید بگید با سوزن ریز بود با سوزن درشت میشد. با سوزن درشتم امتحان کردم اصلا نشد. نزدیک 10 دقیقه هم هی میکردم توش نمیرفت و اینو گفتم بگم. خیلی مخلصیم.